اینا رختم آب تو پلاستیک تیک زده، میبینی تیک زده. حالا اومدن انشالله بکارم. پارسلم امتحانی کاشته تمام سوز شده، فیلمشم به سرم گرفته گذاشته. حالا انشالله اینجا بلوطی نی، اینا ده کلن میخوام بکارم. حدود 300-400 کیلو بلوط آوردم. هی میریزم او کوه مختلف استعوان، نیریز، طرف ایش، کوتوده استعوان، هر جا میرم دیگه چش میکنم. تابستون جایی که بلوطی نیست، درخته که نیست، از جای دیگه میارم برای این مقام یا میکارم. من باید 30 سانت بکنی ببری پایت نم نگه دارم. بعدم 3 دونه بلوط 4 تا میذاری که یکیش خراب شد 2 تا دیگه‌اش سود. حتما باید 30 سانت باشه. طرفی هم که تیز زده بذاری بالا. اینه بیا اجوری هم باید چه بکنی که نچسبونه. بیا گله خوبا باید بریزیش. اینا پارسل ما کاشته